امشب میخوام شما رو با خودم به یه سفر خیلی خاص ببرم. سفری به دنیایی که انگار از دل قصه های شهرزاد بیرون اومده. تصور کنید، سرزمینی که همه چیزش از نور ساخته شده و هر نفس یه داستان تازه است. خب، قهرمان قصه ما این شاهزاده پا به همین سرزمین نور میذاره. یه جای جادویی که کوه‌ها، رودها و حتی خود روایت‌ها همشون از نورن. ببینید، ساکنان این سرزمین خودشون موجوداتی از جنس نور هستن. اونها با کلام حرف نمیزنن. نه، داستاناشونو توی هوا میبافن. هر قصه تبدیل میشه به یه رشته درخشان توی این هوای جادویی. یعنی اینجا قصه‌گویی یه چیز دیدنیه، نه شنیدنی. مردم نور با دستاشون روایت خلق میکنن و هر حرکت یه بخشی از یه داستانه. یه جور آفرینش ملموس و زیبا. شاهزاده ما یه چیز خیلی خاصی هم همراهش داره. یه آینه جادویی. این آینه انگار قلب این سرزمینه. تمام داستانایی که تا به حال گفته شده همه توی این آینه جمع شدن و یه تصویر درخشان رو ساختن.